الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در آستانه شهادت وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام هستیم. شب ضربت این بزرگوار هست. پیشا پیش تسلیت عرض میکنیم. این سوگ و مصیبت بزرگ رو اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه شما عزیزان و بزرگوارانی که در مجلس حضور دارید. شب حساس و مهمی هست. اولین شب از شبهای قدر هستش. خدا را قسم میدیم به این بزرگوار و هممون توفیق بده انشالله بتونیم شب قدر رو درک بکنیم. هدیه به پیشگاه با عظمتشون صلوات دیگری عنایت بفرمایید. من ابتدای جلسه روایتی رو که به هر حال رسم خودم هستش که معمولا تو جلسات شبهای قدر این روایت رو میخونم. روایت بسیار ارزشمندی هست. در جلد 7 وسائل الشیعه از امام صادق علیه السلام نقل شده. فرمود التقدیر فی لیلت 19 و الابرام فی لیلت 21 و الامضا فی لیلت 23. مقدرات در شب 19 رقم میخوره، در شب 21 محکم میشه و در شب 23 امضا میشه. یعنی به تعبیری که طبق این روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده هر 3 شب دخیله. عنایت بفرمایید اینجوری نیستش که مثلا یه شب قدر باشه 2 شب دیگهش پوچ باشه. البته پوچ که اصلا نیست، چون به هر حال شب زنده‌داریه، برای خدا بیدار بودنه. ولی اینجوری نیستش که حتی اون 2 شب دیگر هم دخالت نداشته باشه. درسته که شب 3 شب امضا هستش که دیگه قطعی میشه حکم، اما در عین حال اون 2 شب دیگر هم به گونه‌ای دخیل هستش. تشبیهاً، حالا این تشبیه خیلی ناقصه، تشبیهاً مثل مراتب حکم تو دادگاه میمونه. یه دادگاه بدوی هست که ابتدای حکم صادر میشه، بعد یه دادگاه تجدید نظر هستش که اون حکم احیانا تأکید میشه، بعد یه دادگاه تو دیوان عالی هست که در دیوان عالی دیگه قطعی میشه، دیگه به هر حال اون حکم نهایی میشه. بنابراین از همین شب اول، از همین شب 19 هستش که آدم باید مراقب باشه. مقدراتی رو که قطعاً مقدرات الهی طبق اعمال ما رقم میخوره. پروردگار عالم اینجوری نیست که گتره‌ای به هر حال مقدرات رو تقدیر بکنه برای هر کسی تو طول سال، خوب یا بد. بر اساس اعمال هستش بدون تردید. و یکی از اعمال دعا و توسله. خود دعا و توسلی که از اعمال ما هست که الدعا یرد القضاء المبرم. حتی دعا میتونه یه حکمی رو که محکم شده میتونه عوض بکنه. بنابراین این توسلات و دعاهایی که این شبها هست، در خونه اهل بیت میرید توسل میکنید، دعای جوشن میخونید، با خدا مناجات میکنید، اینها قطعا مؤثر هست تو تقدیرات. و چه بسا کسی بتونه تو حتی با وجود این که بزرگانی مثل مرحوم سید ابن طاووس، ایشون تو اقبال داره که من ماه رمضان امسال که تمام میشه خودم رو آماده میکنم برای سال بعد، یعنی از شب قدر که تمام میشه برای شب قدر بعدی. چون خب شب قدر بسیار حساسه. شاگرد شب امتحان نیست که فقط همون شب بیاد و بخواد خودشو برسونه. 1 سال کار میکنه. درسته که خوش به حالی همچین کسانی، اما امثال بنده هم که دیر اومدیم، همین شب امتحان اومدیم، آدم میتونه با دعا و توسل، به خصوص اگر به هر حال یه دل شکسته ای رو در خونه خداوند متعال ببره که خدا رو مهمان بکنه. خیلی عجیبه، خدا خیلی جاها ما رو مهمان کرده. تو حج
خدا بندگانش رو مهمان کرده، ضیوف الرحمنن تو حج. تو ماه رمضان ما مهمان خدا هستیم، شهر الله. تو مساجد که شما وقتی میرید بیوت الله، بیت الله خونه خداست دیگه، مهمان خدایید. خیلی جاها خدا ما رو مهمان کرده و دعوت کرده، اما یه جا هستش که ما میتونیم خدا رو دعوت بکنیم، خدا مهمان ما بشه. اون یه جا انا عند المنکسرة قلوبهم، تو دل شکسته است. اون دلی که شکسته باشه خدا مهمانش میشه. خوش به حال اون کسی که امشب بتونه به هر حال این دل شکسته رو تهیه بکنه، ولو مهمان به هر حال شب امتحانی هستیم، ولی با همه این احوال آدم میتونه تو همین شب خیلی چیزها رو عوض بکنه و مقدرات رو مثبت و خوب رقم بزنه. انشالله که به برکت دعای امیرالمومنین علیه السلام، به برکت دعای امام زمان صاحب امشب، بهترین مقدرات برای شیعیان و محبینش و همه ما که اینجا به هر حال در جوار سیدالکریم هستیم رقم بخوره. هدیه به پیشگاه با عظمت امیرالمومنین. باز هم صلواتی عنایت بفرمایید. یکی از دغدغه هایی که همه مؤمنین دارن و باید داشته باشن و واقعا هم جدیه، دغدغه عاقبت کارشونه. دغدغه این هستش که آخر کار چی میشه، چجوری از دنیا میریم. این دغدغه خیلی دغدغه مهمی هست که آدم بعد از یه عمری در خونه خدا بودن میتونه ایمان خودش رو انتقال بده به عالم آخرت، مؤمن بره اون طرف، یا خدای نکرده پشت پا میزنه به همه چیزایی که تحصیل کرده تو کل عمرش. این شاید مهمترین دغدغه یک مؤمن تو مسائل شخصیشه، تو مسائل شخصیش هستش. همونجور که آدم تو یه لحظه میتونه صعود بکنه و جهشی خدا او رو ببره بالا، تو یه لحظه میتونه از چشم خدا بیفته، سقوط بکنه، همه چیش رو از دست بده. صعودها و سقوطها تو یه لحظه رخ میده. تو دعای 47 صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام به خداوند متعال عرض میکنه که خدایا ولا ترم بی رمی من سقط من عین رعایتک، خدای من رو از چشم عنایت و رعایت خودت ننداز، خدای من از چشمت نیفتم. پیغمبر اکرم در منزل ام سلمه بود، زن بسیار بزرگوار. نیمه شب ام سلمه بلند شد، دید پیغمبر تو بستر نیست، تو رخت خوابش نیست. گشت دید پیغمبر یک گوشه سر به سجده گذاشته و گریه میکنه و این جملات رو تکرار میکنه، از جمله این جمله‌ای که همتون آشنا هستید: الهی لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا، خدا یک چشم به هم زدن منو به خودم واگذار نکن، دست عنایتت رو از رو سرم بر ندار. ام سلمه از گریه پیغمبر گریهش میفته. وقتی پیغمبر از سجده بلند میشه، ام سلمه میگه آقا شما هم اینجوری گریه میکنی، شما هم اینجوری میترسی، اینجوری میلرزی. پیغمبر فرمود ام سلمه چی میگی؟ برادرم یونس، اون پیغمبر بزرگ الهی، یه لحظه به خودش وانهاده شد، فکان ماکان، اون بلایی به سرش اومد که اومد. جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. وقتی انبیا اینجوری میلرزیدن، میترسیدن از عاقبتشون، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. ماها دیگه باید چی بگیم؟ مرحوم سید طباطبایی، سید یزدی، صاحب کتاب عروه، در کتاب عروة الوثقی، یک کتاب فقهیه، ایشون اونجا میفرماید از بهترین دعاها که تو قنوتها خوب مؤمنین بگن این دعا هست: اللهم انی اسألک العفو والعافیة والمعافات فی الدنیا والآخرة. خدایا ازت سه چیز میخوام: اللهم انی اسألک العفو، از من بگذری، عفو، والعافیة، سلامتی و عافیت، والمعافات فی الدنیا والآخرة، خدایا منو معاف بکنی از بلاها، بلاهای سنگین. بلا که خب بالاخره عالم دنیا عالم بلاست، نمیشه آدم بلا نبینه، اما بلاهای سنگینی که چه بسا خدای نکرده آدم دینش رو از دست بده، خدا منو معاف کن. اللهم انی اسألک العفو والعافیة والمعافات. بهترین دعای شخصی دعای عاقبت به خیریه. بله در دعاهای اجتماعی شکی نیست که مهمترین دعا فرج امام زمانه.
در دعاهای کلان که برای همه مؤمنین، بلکه برای همه بشریت آدم میخواد. اما برای دعاهای شخصی بهترین دعا اینه. شما دیگه از این مگه مهمتر داری که آدم بتونه ایمان خودش رو ببره اون طرف؟ یکی از علمای بزرگوار که من اسمشو بیارم بدون تردید همتون میشناسیدش، ایشون میگفتش که خیلی سال پیش، شاید مثلا حدود 40 سال پیش، میگفت من مشهد حرم امام رضا علیه السلام بودم، 3 تا از بزرگان مشهد تو حرم بودن که البته الان هر 3 تایشون از دنیا رفتن. هر کدومشون یه طرف نشسته بودن مشغول دعا و زیارت بودن. مرحوم آیت الله آقای مروارید که به هر حال از خوبان و از اولیاء الهی بود، مرحوم آیت الله میرجوادهای تهرانی که واقعا آدم فوق العاده ای بود، من خیلی خدمتشون رسیده بودم و به هر حال، و یکی هم مرحوم آیت الله میرزعلی آقای فلسفی، برادر این آقای فلسفی که خطیب بودن، برادر ایشون. این عالم بزرگوار میگفت من خدمت هر 3 تاشون تک تک رسیدم، هر کدوم یک گوشه ای بودن. ازشون سوال کردم که اگه تو حرم امام رضا علیه السلام یک دعای مستجاب داشته باشیم چی بخوایم؟ هر 3 نفر بل اتفاق بدونی که قبلا با هم دیگه هماهنگ کرده باشن گفتن عاقبت بخیری. بعد ایشون میگه من از مشهد آمدم قم، خدمت آیت الله گلپایگانی رسیدم، همین سوال از ایشون کردم. آقای گلپایگانی یه تأملی کردن، فرمودن من بهتر از عاقبت بخیری چیزی رو نمیدونم. بهتر از عاقبت بخیری چیزی رو نمیدونم، آدم این رو بخواد. عنایت بفرمایید. گفت حکم مستوری و مستی، حافظ میگه حکم مستوری یعنی پرهیزکاری، یعنی خوب بودن. مستی هم که معلومه. حکم مستوری و مستی، این که کی خوبه کی بده، حکم مستوری و مستی همه در عاقبت است. کس ندانست که آخر به چه حالت برود. آخر کار امیرالمومنین علیه السلام تو سخنرانی پیغمبر نشسته بودن، شنیدید آخرین خطبه پیغمبر در ماه شعبان که دیگه در آستانه ماه رمضان بود، همون خطبه‌ای که پیغمبر فرمود مردم ماه رمضان داره میاد، قد اقبل الیکم شهر الله. چشمش به امیرالمومنین که افتاد، پیغمبر گریش گرفت. یکی از مصیبت‌های پیغمبر همین بود که گاهی موقع عزیزانش رو که میدید گریه میکرد. خب بدونست این آخرشون چجوری میشه، به چه صورت شهید میشن، یا به هر حال به هر حال نحوه شهادتشون رو میدونست. امام حسین علیه السلام میگه من کوچک بودم، جدم پیغمبر اومد تو خونه، خیلی خوشحال بود، تا چشمش افتاد به مادرم زهرا یه مرتبه دیدم منقلب شد و شروع کرد گریه کردن. وقتی میدید اینها رو تو سخنرانیش، چشم پیغمبر افتاد به امیرالمومنین، گریهش افتاد. حضرت امیر سوال کرد یا رسول الله ما یبکیک، چرا گریه میکنی؟ پیغمبر فرمود که علی جان میبینم که محاسنت با خون سرت رنگین میشه در ماه رمضان. امیرالمومنین سوال نکرد آقا تو همین ماه رمضان یا مثلا یه ماه رمضان دیگه کجا، کی منو میزنه، مثلا اینا رو سوال نکرد. فرمود افی سلامت من دینی، من دینم سالمه، من دینم سالم. که وقتی پیغمبر فرمود بله علی جان و به شهادت هم میرسی، دیگه امیرالمومنین فرمود دیگه جای شکر داره، دیگه الحمدلله، دیگه باکی ندارم. نگید که خب آقا مگه معصوم هم میترسه؟ معصوم که گناهی نداره، مگر او اصلا از عاقبتش میترسه که سقوط بکنه؟ او معصومه. جواب این هستش که ببینید درسته که معصوم هست، ولی خدا، اما در این حال انسانه. ساختار انسان اینه که امکان گناه براش هست، برخلاف ملائکه. ملائکه اصلا امکان گناه براشون نیست، عقل محضن، اصلا امکان گناه ندارن، ساختارشون جوریست که نمیتونن گناه بکنن. اما انسان ساختارش این هستش که مرکب از عقل و شهوت، و ساختارش اینه که امکان گناه داره. همین امکان گناه امیرالمومنین رو میترسونه. آقا هیچ کسی تو این دنیا تضمین شده نیست، به کسی ضمانتنامه ندادن که تو سقوط نمیکنی، به کسی ضمانتنامه ندادن. کسانی بودن با سابقه های علم و تقوا و عبادت و جهاد و جبهه و جنگ و سقوط کردن. شما تو قرآن ببینید، در قرآن سوره اعراف آیه 175 خدا میفرماید پیغمبر برو داستان اون عالم بنی اسرائیل رو
که ما آیاتمون رو بهش داده بودیم. خیلی این آیه عجیبه. خدا میفرماید وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ الَّذِی آتَیْنَاهُ آیاتنا. برو داستان اون عالمی رو بگو. اسم نمیاره که کی بود. حالا تو بعضی از تواریخ و روایات اومده که مثلا بلعم باورا در زمان حضرت موسی، اما خدا تو قرآن اسم نیاورده. فرمود پیغمبر برو داستان اونی که ما آیاتمون رو بهش داده بودیم، به مقاماتی رسیده بود، به مقاماتی رسیده بود. برو داستانشو برای مردم بگو. مرجع بود، مردم بهش رجوع میکردن، التماس دعا ازش میکردن. عالم بود، اما در این حال یه صفت بدی داشت که ریاست طلب بود، حب جاه، که کسی پایین بالاتر از خودش رو نمیتونست ببینی که او بالاتر باشه، رئیس باشه. در زمان حضرت موسی و فرعون از همین نقطه ضعفش انقدر تحریکش کرد که تو بزرگی، تو مرجعی، مردم به تو رجوع میکنن، به تو التماس دعا میگن، موسی چه کار است؟ انقدر تحریکش کردن بلعم باورا در مقابل حضرت موسی ایستاد، در مقابل ولی خدا ایستاد. خدا تو قرآن میفرماید پیغمبر برو داستان این فرد رو با اون سابقه ای که ما چیزها بهش داده بودیم ولی سقوط کرد، فمثله کمثل الکلب، مثل سگ شد. اینو خدا تو قرآن داره، برو به مردم بگو. شیطان به تعبیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه 6000 سال خدا رو عبادت کرد که ملائکه او رو جزو خودشون میدونستن. شیطان جنسش از جن، کان من الجن، اما انقدر در اثر عبادت بالا رفت، عالم ملکوت رو شهود کرد، مکاشفه داشت، غیب عالم رو خبر داشت، ولی در این حال به خاطر تکبرش ابا و استکبر و کان من الکافرین سقوط کرد. شمر 20 سال قبل از کربلا تو رکاب امیرالمومنین جزو جانبازای جنگی بود که در سربازی امیرالمومنین جانباز شده بود. اگر 20 سال قبل کسی بهش بگفت شمر تو جزو جلادای کربلا میشی، باورش میشد؟ میگو من تو رکاب امیرالمومنینم، سرباز حضرتم. باورش نمیشد که، ولی شد، سقوط کرد. زبیر کسی بود از خواص، بلکه اخص خواص امیرالمومنین. این تعبیری که ما راجع به سلمان داریم که همه تو شنیدید، پیغمبر فرمود سلمانو منا اهل البیت. راجع به زبیر هم داریم. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود مازال زبیر منا اهل البیت، زبیر از ما اهل بیت بود، ما نشأ ابنه المشوم، تا وقتی که این بچهش بزرگ نشده بود، خرابش نکرده بود. زبیر جزو خواص بود تو تشییع جنازه حضرت زهرا، تو تشییع حضرت زهرا که کسی نبود، اصلا کسی رو خبر نمی کردن، مخفی ترین تشییع ها بود. اما به زبیر هم 7 نفر 6 7 نفر بیشتر نبودن، به زبیر گفتن تو هم بیا. اما همین زبیر که یه زمانی پیغمبر خیلی سال قبل میگو زبیر تو یه روز در مقابل علی می ایستی ها، میگو من در مقابل علی بیستم، باورش نمیشد ولی وایساد و سقوط کرد. یه استادی بود خدا رحمتش کنه در قم، خیلی حرفای ناب میزد، میگفت گاهی موقع ها یه عیب، یه آلودگی آدم رو زمین گیر میکنه، یه آلودگی آدم رو زمین میزنه، یه دونه. بعد مثال میزد، میگو هواپیما برای که اجازه پرواز بهش بدن باید هیچی عیب نداشته باشه، درسته؟ هواپیما برای که اجازه پرواز بهش بدن باید هیچ عیبی نداشته باشه. یه عیب هواپیما رو زمین گیر میکنه، اجازه پرواز دیگه بهش نمیدن. گاهی موقع یه عیب آدم رو زمین گیر میکنه. بعد خود این استاد مثال میزد، میگفت بلعم باورا با اون سابقه علمش یک عیب او رو زمین گیرش کرد، جاه طلبی و ریاست طلبی. شیطان با اون سابقه عبادتش یک عیب او رو زمین گیرش کرد، تکبر. زبیر با اون سابقه جبهه و جنگش یک عیب او رو زمین گیرش کرد، دنیا طلبی. قابیل با اون به هر حال آقازاده بودنش که فرزند حضرت آدم بود که زد برادرش حابیل رو کشت، یک عیب او رو زمین زد، حسادت. بعد این استاد میگفت اگر اینها رو با این سابقه ها یه عیب زمین میزنه، منی که هر 4 تا عیبی که اینا دارن تو من هست به علاوه یه چیزای دیگه، هر 4 تا عیبی که تو اینا هست، اینا با یه عیب خوردن زمین، هر 4 تاش تو من هست به علاوه یه چیزای دیگه.
و اگه روز حادثه پیش بیاد من زمین نمیخورم؟ اگه روز حادثه پیش بیاد من زمین نمیخورم؟ باز تعبیر خود ایشون بود، بگفتش که ماها، حالا انشالله خوش به حال اون کسی که اینجوری نیست، بگفت ماها فرعونش رو داریم، مصرمون کوچیکه. همون ضرب المثل خودمون که شناگر خوبی هستیم منتها آب گیرمون نمیاد، ولی شناگر خوبی هستیم. ایشون میگفت ما فرعونش رو داریم، آلودگی تو ما هست، ولی مصرمون کوچیکه. یکی فقط تو خونش فرعونه، مصرش همه خونشه، اینجا قلدری میکنه، اینجا زور میگه. یکی کارخونش، یکی یه ده، یکی یه پادگان، یه کسی هم مثل همون فرعون معروف یه کشور. ما فرعونش رو داریم، مصرامون کوچیک و بزرگه. اگه اون همون مصر گیره ما هم بیاد، ما هم فرعونیت رو داریم. خوش به حال اون کسی که همون یک عیبش رو هم پاک بکنه، نذاره بمونه. عیوب و آلودگی های ما تو زوایای روحمون یواش یواش رسوب میکنن. خیلی معذرت میخوام، من که کار نمیکنم، که من که خودم میبینم که من حسادت دارم، خب من چیکار بکنم بریزمش دور؟ من که کار نمیکنم، همینجور میمونه. تکبر دارم، خودم هم میدونم، اما در این حال با خودم کار نمیکنم. ریا دارم، با خودم کار نمیکنم. چشمم آلودگی داره، عادت داره خدای نکرده به گناه و هرز بینی، اما با خودم کار نمیکنم. زبونم هرزه، با خودم کار نمیکنم. ببینید این آلودگی ها رو داریم تو خودمون نگه میداریم، یواش یواش اینا رسوب میکنه تو وجود ما. بیرون که نمیریزیم این آلودگی، لایروبی نمیکنیم خودمون. وقت روز حادثه که یه امتحانی از ما گرفتن، اینا میاد بیرون و بیچاره میکنه آدم رو. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا رحیم ارباب رو. اصفهان اگه الان تشریف ببرید، تو گلستان شهدای اصفهان، تو قبرستان تخت فولاد اصفهان، یه قبری هست که محل حاجته، مرحوم آیت الله امیرزا رحیم ارباب. من با بعضی از شاگردان ایشون سالهای قبل، خیلی سال پیش، شاید حدود 30 سال 35 سال پیش، به هر حال ارتباطی داشتم. خاطراتی از استادشون امیرزا رحیم ارباب نقل میکرد. آدم با عظمتی بود. خود مرحوم آیت الله امیرزا رحیم ارباب میگه من خدمت استادم آخوند کاشی که از عرفای اصفهان بود، ما هم پشت مدرسه چارباغ اصفهان توی کوچه داشتیم میرفتیم. یه کوچه تنگ و باریک بود، داشتیم میرفتیم. از طرف مقابل، معذرت بخوام، چند تا الاغ داشتن می اومدن، کثافات و قاذورات چاه توالت رو تخلیه کرده بودن تو 2 تا دلو دو طرف الاغ ها. اینا رو داشتن می بردن تا بیرون اصفهان بریزن، مثلا خالی بکنن. حاج آقا رحیم ارباب میگه من و استادم داشتیم میرفتیم، اینا که نزدیک شدن این الاغا، اینقدر بوی گند میداد که من نفسم بند اومد. بینیم رو محکم گرفته بودم. وقتی آخوند کاشی و استادم منو دید، یه لبخندی زد، گفت حاج آقا رحیم ما خودمون از اینا بدبوتریم، منتها مال ما هنوز گندش در نیومده. ما خودمون از اینا بدبوتریم، منتها مال ما هنوز گندش در نیومده. گفت پرده ای ستار از ما بر مگیر، خدای پرده رو بالا نزن که باطن معلوم بشه. پرده ای ستار از ما بر مگیر، باش اندر امتحان ما مجیر، خودت پناهمون بده. واقع مسئله این هستش. خوش به حال اون کسی که بتونه آلودگی رو بریزه بیرون. یه آلودگی میتونه آدم رو زمین بزنه. در هر حال عاقبت به خیری از مهمترین، بلکه مهمترین دغدغه شخصی یک مؤمن هست که دینم رو بتونم حفظ کنم، بعد از یه عمر پشت پا نزنم به همه چیز. عوامل عاقبت به خیری چیه؟ جاش اینجا نیست که چه عواملی میتونه آدم رو عاقبت به خیر بکنه. اینجا جاش جای بحث نیست و البته بسیار بحث مهمی هست. عوامل عاقبت به شری چیه؟ اونم خیلی بحث مهمی. چی میتونه آدم رو عاقبت به شر بکنه؟ الان جای این بحثا نیست. من فقط یه مطلب عرض میکنم. یکی از چیزهایی که قطعا آدم رو عاقبت به خیر میکنه، عمل صالح در لحظه است. عمل صالح در لحظه. حاج آقا عمل صالح رو که میدونیم یعنی چی، ولی عمل صالح در لحظه یعنی چی؟ نکتهش همونه.
برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، یه لحظاتی در زندگی ماها پیش میاد، برای هممونم پیش میاد، برای همه یه لحظاتی در زندگی ما پیش میاد که خیلی سریع هم میگذره. از قبل خودمون رو آماده نکردیم، از قبل فکرشو نکردیم، یه لحظه است میرسه. تو اون لحظه اگر کسی بتونه یه شیرینکاری، یه هنری از خودش، اصلا جای فکر کردن نیست، ذات آدم باید بجوشه و یه کاری انجام بده. تو اون لحظه اگر یه شیرینکاری، یه هنری نشون دادی، اونجاست که خدا جهشی تو رو بالا میبره. یه لحظه. از این لحظات خیلی تو زندگی ما اومد و رفت. گفت نفحه‌ای آمد شما را دید و رفت. یه نسیم بهتون خورد و رفت. نفحه‌ای آمد شما را دید و رفت. هر که را میخواست جان بخشید و رفت. نفحه دیگر رسید، آماده باش تا از این هم وانمانی خواجه‌تاش. لحظات هر، من نمیخوام مفصل، همتون میدونید دیگه، یه لحظه بود که یه شیرین کاری کرد. وقتی امام حسین علیه السلام رو محاصره کرد، گفت حسین نمیگذارم بری به سمت کوفه، نمیگذارم برگردی به سمت مدینه، نمیگذارم بری یمن. امیر عبیدالله ابن زیاد گفته باید محاصرت کنم، تو رو همینجا نگهت دارم. امام حسین علیه السلام فرمود سکلت که امک، مادرت به عزاد بنشین، یعنی بمیری، یعنی بمیری. خب شما نگاه کنید، یه فرمانده لشکر با قدرت، با این همه نیرو، با اون همه اعتبار و شجاعت، میتونست وقتی امام حسین بهش گفت بمیری و مادرت به عزاد بنشینه عصبانی بشه، هرچی به دهنش میاد به امام حسین بگه. یه لحظه پیش اومده دیگه، امام حسین اینجوری بهش گفت. تو اون لحظه هر گفتش که حسین اگر کس دیگری غیر از تو نام مادرم رو میبرد، نام مادرش رو میبردم، اما چه کنم که مادر تو فاطمه زهراست، جز به خوبی نمیشه از اون نام برد. همین یه لحظه که این ادب رو و این شیرین کاری رو کرد، باعث شد که روز عاشورا توفیق پیدا کنه به امام حسین ملحق بشه و از قعر جهنم برسه به اوج بهشت توی نصف روز و کمتر از نصف روز. از قعر جهنم برسه به اوج بهشت توی یه لحظه. من نمیخوام قضیه علی گندابی رو بگم، فقط یه اشاره میخوام بکنم که مناسب این جلسه هستش و واسطه من چون کمتر هستش از یکی از خوبان و بزرگان همدان شنیدم. مرحوم علی گندابی مال محله گنداب که الان مصلی همدان اونجا بنا شده، قبلا یه جایی بود چون آب فاضلاب و اینا جمع شد بوی گند میداد، این محله رو میگفتن گنداب. از لاتای این محله بود، یه جوونی بود اصلا اهل دین و اهل به هر حال ارزش ها و اخلاقیات دینی و اینجور چیزا اصلا نبود. سر کوچه نشسته بود با رفیقش، تیپ قشنگی داشت، جوون بود، یه کلاپوستی هم هوا سرد بود رو سرش بود، نشسته بود. یه مرتبه دید یه خانومی داره بیاد، داره رد میشه. تا چشمش به این خانوم افتاد، کلاهش رو در آورد گذاشت زیرش و موهاشو پریشون کرد. این رفیقش گفتش که خانه خراب، این کلاه رو ضایع کردی که برای چی زیرت گذاشتی کلاه به این قشنگی رو؟ علی گندابی گفت حرف نزن، بگی بیشین. وقتی این خانوم رد شد، رفیقش گفت علی برای چی این کارو کردی؟ گفت من این خانوم رو میشناختم، این خانوم متأهله، شوهر داره، زندگیش با شوهرش به مو بند شده، با هم اختلاف دارن، زندگیشون به مو بند شده. من نخواستم با تیپ قشنگ دلشو ببرم و اون مویی که بین او و شوهرش هست اونم قطع بشه. فقط کاری که کردم کلامو در آوردم، موامو پریشون کردم که یه مقداری تیپم خراب بشه که دلبری نکنم. یه لات، اما جوان مرد تو یه لحظه این کار رو انجام داد. همین لحظه کافی بود که خدا دیگه دستشو بگیره. شب تاسوعایی بود، علی گندابی مست کرده بود، با رفقاش پشت دروازه همدان با هم دیگه میگفتن و میزدن و میخندیدن. شب تاسوعا یه شیخ حسن نامی بود، روزه خون بود تو همدان، رفته بود روستاهای اطراف همدان روزه خونده بود، داشت میومد. وقتی اومد تو دم دروازه رسیدید علی مست کرده و دارن اینا قهقه میزنن، گفت خدایا به دادم برس اینا گیره اینا نیفتن. علی جلوشو گرفت، گفت شیخ حسن کجا بودی این موقع شب داری میای؟
گفت من روزه بودم تو این روستاهای اطراف همدان رفته بودم امشب روزه. گفت همش روزه، همش گریه، چه خبر شما شورش رو در آوردید اینقدر میرید روزه؟ اون شیخ حسن گفت علی امشب فرق میکنه، امشب شب ابوالفضله، شب تاسوعاست. تا این رو گفت علی گندابی زد تو صورت خودش، گفت امشب شب ابوالفضل بود و من نفهمیدم. شیخ حسن من امشب روزه گوش ندادم، اگه میشه یه روزه برا من بخون، روزه ابوالفضل. او گفتش که علی من خسته هستم، اگه روزه میخوای فردا بیا فلانجا مجلس من، بیا همونجا. گفت شیخ حسن نمیذارم بری، من روزه گوش ندادم، امشب روزه ابوالفضل رو باید برا من بخونی. شیخ حسن خواست یه بهانه بیاره، گفت همینجور وایساده که نمیشه روزه خون، یه صندلی، یه منبری، چیزی باید باشه. علی گندابی 4 دست و پا شد، گفت بیا پشت من بشین، انقدر بهانه در نیار، یه روزه ابوالفضل بخون. شیخ حسن نشست، فقط یه بیت خوند: ای اهل حرم پیر و علمدار نیامد، علمدار نیامد، سقای حسین سید و سالار نیامد، علمدار نیامد. میگه همینی که خوندم دیدم منبرم داره میلرزه. وقتی نگاه کردم دیدم علی داره به شدت گریه میکنه. زود بلند شد، علی هم بلند شد، صورت خیس از اشک. گفت شیخ حسن خدا بهت خیر بده، روزه ابوالفضل رو امشب گوش کردم، امشب میام تا در خونت کسی اذیتت نکنه، همراهت هستم. شیخ حسن میگه من رو رسوندم خونه و خودش برگشت. فردای اون روز تو مجلس شیخ حسن به مؤمنین گفتش که مؤمنین این علی گندابی هم آدم خوشذاتیه ها، درسته ظاهرش با ما تفاوت داره اما آدم خوبیه، بریم در خونش دعوتش بکنیم که مجلس بیاد، شاید خجالت بکشه نخواد بیاد. رفتن در خونه علی، خانومش اومد دم در. شیخ حسن گفتش که به علی بگید بیاد. گفت حاج آقا علی دیشب نصف شب اومد خونه، چشماش سرخ شده بود، انقدر گریه کرد. یه مقدار رخت و لباس رو توی یک کیسه‌ای گذاشت. گفت خانم من میرم کربلا، یا آدم میشم و برمیگردم یا دیگه بر نمیگردم، کسی دیگه از من اذیت نبینه، شرم به کسی نرسه. حاج آقا دیشب رفت. اون طرفش رو بشنوید. علی گندابی وقتی رفت یه چند روز کربلا بود، بعدش رفت نجف. مرجع اون زمان مرحوم آیت الله اسطوالحسن اصفهانی بود، مرجع بزرگ شیعه. تو صحن مطهر امیرالمومنین نماز میخون، نماز جماعت مغرب و عشا. علی گندابی میرفت صف پشت سرش میشست. با آقا اومدن گفتن که آقا یکی از علمای نجف از دنیا رفته، اگه میشه عصر تو حرم امیرالمومنین میخوان دفنش کنن، شما نمازشو بخونید. آیت الله اسطوالحسن فرمودن مانعی نداره، غسلشو انجام بدن، به هر حال کفن بکنن، یه جایی هم قبرشو بکنن تو صحن امیرالمومنین، من عصر میام نمازشو میخونم، همونجا دفن بکنن که دیگه نزدیک مغرب هم باشه که نماز مغرب بخون. آیت الله اسطوالحسن اصفهانی طرفای عصر رفت تو صحن مطهر امیرالمومنین، نشست. جنازه نیومد. صفای جماعت تشکیل شد، نماز مغرب رو خوندن. اومدن به آقا گفتن که آقا فلانی نمرده بود، سکته کرده بود، خیال کردن مرده، بعد خوب شد، بلند شد، اصلا جنازه‌ای در کار نیست، این قبر رو پر کنیم. آقا فرمودن نخیر، این قبر بذارید همینجوری باشه، ما نماز عشامون رو بخونیم. نماز عشاشون رو خوندن، نماز تمام شد، یواش یواش مردم داشتن میرفتن. آیت الله اسطوالحسن اصفهانی برگشت نگاه کرد، دید علی تو سجده است. شروع کرد تعقیبات و ذکر گفتن. یه چند دقیقه گذشت، باز برگشت نگاه کرد، دید علی تو سجده است. باز مشغول ذکر شد. یه 20 دقیقه مثلا نیم ساعتی گذشت، برگشت دید علی تو سجده است. به دور و بریا گفت علی رو صدا کنید، شاید خوابش برده. تکونش دادن، علی افتاد، از دنیا رفته بود. آیت الله اسطوالحسن اصفهانی بلند شد، گفت آقایون این قبر مال علی بود، مال علی گندابی بود. این اول نماز که اومد تو صف نشست، قبر رو که دید پایین پای امیرالمومنین، با امیرالمومنین درد و دل کرد. گفت یا امیرالمومنین من که پروندم سیاهه، من که یه عمر خرابکاری کردم، این قبری که اینجا پایین پای شما هست آقا بذارید من همینجا پایین پاتون باشم، جای دیگه نرم. و امیرالمومنین خریدارش شد. این قبر مال علی بود.
این قبر مال علی بود. یه لحظه فقط دلبری نکرد از یه خانم بخواد او رو جلب خودش بکنه، یه لحظه شیرین کاری کرد، دستشو گرفت. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ممکنه شما سوال بکنید حاج آقا حالا اون لحظه ها کی میاد برای ما و اگرم بیاد معلوم نیست ما موفق باشیم کاری بکنیم؟ جواب این است که عزیزم خودت اون لحظه رو درست کن، خودت اون لحظه های ناب رو درست کن. چجوری؟ همین امشب میتونی درستش کنی. اون لحظه های ناب که یه شیرین کاری توش بکنی پیش خدا که خریدارت بشن، تو همین امشب میتونی درست کنی. همین امشب پیش خودت اگر کینه و اختلافی داری با کسی، با برادری، خواهری، عموی، خاله‌ای، دوستی، اگه کینه و اختلافی داری، همین امشب بگو خدایا کینه منو تاریک بکنه، کینه من رو ظلمانی و چرک میکنه، تأثیرش فقط تأثیر منفیش رو منه. خدایا من او رو واگذار، اگرم خیلی هم ظلم به من کرده من واگذار به خودت بکنم، خودت میدونی چی کار کنی. من کینه ندارم که عوارض منفیش به من برسه. شما پا بذار رو خودت. در روایت داره از پیغمبر اکرم خدا به اندازه کل ماه رجب، شعبان، رمضان تو همین امشب بندگانش رو میبخشه، جز اون کسی که کینه تو دلشه. به اندازه هر 3 ماه همین امشب بندگانش رو میبخشه، جز اون کسی که کینه تو دلشه. خدا میفرماید اون کینه تو پاک بکن، بعد بیا. یه لحظه از همین امشب پا بذار روش، بگو خدای تموم شد. من گذشتم، برادرم به من ظلم کرده، خواهرم بوده، عموم بوده، داییم بوده، هر کی بوده، من دیگه کینه ندارم. یا مثلا فرض کنید اگر کسی مثلا عرض میکنم بد اخلاق تو خونه، ظلم میکنه تو خونه، خیلی معذرت بخوام، هر کسی خودمونو میشناسیم دیگه. خدایا من ظلم کردم، من بدی کردم، خودم هم میدونم. صادقانه در خونه خدا برو، بگو خدایا پا گذاشتم روش، تمام شد. همین یه لحظه با خدا این عهدو ببند. مستاجر داری تو این وضعیت وانفسای اقتصادی که الان این گرونی‌ها و این هزینه ها هستش که گاهی موقع هر سال میبرن بالا، الان هم عید نزدیک، باز دو مرتبه عید، چه بسا اون بنده خدایی که باید اجاره بده نمیتونه هزینه زندگی رو بده. شما بیا امسال یه لحظه بگو من به جای اینکه ببرم بالا بیارم پایین، کم میکنم. خدا رحمت کنه مرحوم آشق رجب علی خیاط، یه دختر و پسر، یعنی یه به هر حال زوج جوان تو خونش مستاجرش بودن، بچه دار شدن، بچه‌شون رو آوردن که آیا آشق رجب علی خیاط اذان و اقامه بگه. اذان و اقامه‌شو گفت، تبریک گفت بهشون، گفت عزیزان این ماه قبلی کرایه هدیه بچه نمیخواد بدید، از این به بعدم چون دیگه عائله بند شدی من کرایه‌تو میارم پایین. به خدا قسم چیزای ناب رو به هر کسی نمیدن، چیزای ناب رو به کسی میدن که بلد باشه یه شیرین کاری، یه هنری نشون بده. اگه طلبکاری از کسی و نمیتونه بهت بده، صادقانه نمیخواد تو رو فریب بده، نداره بده، بهش مهلت بده، یه لحظه این کارو بکن. جوان اگر خدا نکرده تو نمازت کاهلی، اگه تیپی هستش که امام زمان پسند نیست، یه لحظه امشب با خدا معامله کن، بگو خدایا من دیگه نمازام سر وقت، من تیپمو یه تیپی میکنم که امام زمان. آقا ما این لحظه های ناب رو خودمونم میتونیم به وجود بیاریم. امشب شبیه همچی کاریه، اگه انجام دادی شب قدر رو انشالله پروردگار عالم از دلها خبر داره، آدم توفیق درکش رو پیدا میکنه. عذر میخوام از همتون، خصوصا تولیت محترم این آستان مقدس. امشب شب امیرالمومنین علیه السلام، یعنی این شبها دیگه شبهای آبرومند در خونه خدا، عزیز در خونه خداست. در یه روایت امیرالمومنین فرمود از اون موقع که من به دنیا اومدم مظلوم بودم، مازلت مظلوما منذ ولدتنی امی، از اون موقع که به دنیا اومدم من مظلوم بودم. امیرالمومنین میفرمود من بچه بودم، عقیل برادرم چشمش درد میکرد، میخواستن دارو تو چشمش بریزن، میگفت اول تو چشم علی بریزید تا بعد من. میگفت من چیزیم نبود، تو چشم من میریختم. میگفت از بچگی من مظلوم بودم. یک کسی وارد مسجد شد،
گفت ایها الناس به داد من برسید، به من ظلم شده. امیرالمومنین تو مسجد بود. گفت عزیز من بیا پیش من بشین. گفت اگه به تو یه ظلم شده، به من به اندازه تمام سنگ و ریگ های بیابان ظلم شده. اگه به تو یه ظلم شده. 23 سال با پیغمبر بود، سپر پیغمبر بود. چقدر مشکلات دید، چقدر سختی ها دید. چندین بار تا پای شهادت رفت. بعد از رحلت پیغمبر تو شهادت حضرت زهرا ظلم عظیم میشد بهش، ظلم عظیم میشد که امیرالمومنین رو پیر کرد. بعدش 25 سال خانه نشین شد، با استخوان در گلو و خار در چشم صبر کرد به خاطر حفظ دین. بعد دوران 5 سال حکومتش بعضی از یاران بیوفایی که بهش جفا کردن، یار نبودن، بار بودن، بلکه خار بودن جلو پای علی، اونا رو تحمل کرد. ناجوان مردانه ضربت بهش زدن، نه تو میدان جنگ، تو نماز. مظلوم دیگه، کسی تو میدان جنگ حریف امیرالمومنین نبود، ولی تو نماز زدنش. تشییعش هم که خیلی مظلومانه بود، از تشییع جنازه حضرت زهرا هم خلوت‌تر بود. فقط 3-4 نفر بودن که امیرالمومنین رو بردنش از کوفه تا همین جایی که نجف ما بهش میگیم، آوردنش و تا 100 سال قبر امیرالمومنین مخفی بود. تا 100 سال قبر امیرالمومنین مخفی بود، مبادا خوارج با اون کینه‌ای که داشتن بیان نبش قبر بکنن و اهانت بکنن به جنازه. از اول تا آخر مظلوم بود. اما این مظلوم دیگه مثل امشبی وقتی ضربت خورد فرمود فزت و رب الکعبه، رستگار شدم، راحت شدم، بار رو زمین گذاشت دیگه، اون بار بزرگ مأموریتی که خدا رو دوشش گذاشته بود. الله اکبر. مثل امشبی تو مقاتل داره که وقتی رفت اذان گفت، رو مأذن اذان صبح رو گفت، یه نگاهی کرد به افق و اون به هر حال سپیده فجر که طلوع کرده بود، خطاب کرد که سپیده فجر شد که یک بار تو طلوع بکنی و چشمان علی خواب باشه، شد که تو یک مرتبه سر بزنی، صبح سر بزنه و چشمان علی خواب باشه. بعد اومد پایین تو مسجد و مشغول نماز مستحب شد. تو نماز بود که اون نانجیب بهش ضربت زد، تو سجده بود که اون ضربه رو بهش زد. تعبیر مقاتل اینه که به همین که امیرالمومنین ضربه رو سرش اومد، سر و صدا نکرد، داد و بیداد نکرد. فلما احس بالضرب لم یتأوه و وقع اعلی وجه، با صورت افتاد، با صورت افتاد قائلا بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. این رو گفت و افتاد. مردم یه مرتبه ولوله توشون افتاد. بعضیا دور امیرالمومنین جمع شدن، بعضیا دنبال قاتل دویدن. همین موقع امام مجتبی وارد مسجد شد. وقتی وارد شد اومد بالا سر پدر بزرگوارش امیرالمومنین علیه السلام که با یه دستمال سرشو گرفته بود، فرمود که حسن جان نماز رو بخون، نماز صبح رو بخون. امام مجتبی علیه السلام سریع نماز صبح رو خوندن و اومدن به سمت پدر بزرگوارشون که افتاده بود تو محراب. حضرت فرمود دیدم صورت دیگه زرد شده بود، انقدر خون رفته بود از امیرالمومنین علیه السلام، صورت زرد شده بود، صورتش رو زمین گذاشته بود. یرمق به طرفهی الی السما، با گوشه چشمش به آسمان نگاه میکرد. یرمق به طرفهی الی السما و لسانه یبهد الله و یسبحه، با زبانش ذکر میگفت. اما مجتبی سر مبارک پدرش رو زانوش گذاشت و گریه میکرد. اشک حضرت ریخت رو صورت امیرالمومنین. حضرت چشمشو باز کرد، فرمود یا بنی یا حسن، حسن جان چیه، نگران نباش، هذا جدک رسول الله و جدتک خدیجه الکبری و امک فاطمه الزهرا، همشون اومدن، همشون اومدن. فتب نفسن، خیالت راحت باشه دیگه خیالت راحت باشه، همشون اومدن. من عرض میکنم که امیرالمومنین، همونجور که وقتی شما افتادی، ضربت خوردی و افتادی، گفتی بسم الله و بالله و فی سبیل الله، فرزندت حسین هم در کربلا وقتی رو اسب نشسته بود، وقتی تیر خورد به قلب مبارکش و این تیر رو همه مقاتل نوشتن از پشت کشید و خون فواره زد، دیگه نتونست بنشینه،
با ذکر بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله از اسب افتاد. الله اکبر. نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر قتال طاقت داشت. حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد رو زمین، صورتشو گذاشت رو خاک. اما یا امیرالمومنین، حسینت با شما یه فرقی داره. شما خیالت از خانوادت راحت بود، چشمت با آسمان بود ذکر میگفتی، اما امام حسین خیالش از خانوادهش راحت نبود، چشمش به خیمه هاش بود. تدیر و طرفا خفیا الی بیتک و رحلک، به خیمه هاش نگاه میکرد که ساعتی بعد مورد حمله قرار میگیره. دشمن اومد گودال قتلگاه رو محاصره کرد، دیگه امام حسین نمیتونست خانواده‌ش رو ببینه، حائل شدن بین او و بین خیمه ها. ابا عبدالله فقط شغلت به نفسک عن ولدک و اهالیک، مشغول خودش شد. و یه مرتبه ناگهان سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. یه جمله و انشالله قرآن ها رو آماده میشیم رو سر بگیریم. خدایا به آبروی امیرالمومنین و اولاد طاهرینش، به آبروی فاطمه زهرا، به آبروی سید الشهدا قسمت میدیم بهترین مقدرات رو برای امت اسلامی، برای رهبر بزرگوارمون، برای همه ما امسال بهترین مقدرات رو به آبروی امیرالمومنین و فرزندانش مقدر بفرما.